خب بیا کارش انجام بده. رضا بک استیج. خب بریم الان من باید رپ کنم دیگه. من رپ میکنم. کسرا ببین تو فقط کله رو باید اینطوری کنی. رپ چی آخه؟ رپ چی آخه؟ رپ می‌کنی؟ آره نبس. بزن کجا میای کف هودم بکس بابا. ولی یه سوال چیه؟ خونه؟ نه پس منو سابسکرایب کن. سلام رفت این دیگه مشکل خودته. حالا یه سوال آقا نخند دیگه دهن سرویس. من قیافم خیلی خنده دار میشه میدونم تو اون زاویه. لور بازی چرا در میاد؟ لور بیا یه چیزی درست کن. تو به پشتی کم فکر کن. پشت بودن چه تأثیری بقرا رفت. با این صدا دعوا کنید. دعوا نکنید. گفتم حالا تا قبل اینکه قیفت به قافت بخوره رپ خوب میکنم. نه قیل من قیل چی میگی؟ به تو چه؟ رپ تو نمیخوره. اصلا قیافت به این قافه میخوره که قیافت بریم 1 2 ضبطیه. میام کف هودت بکسم بام زیادی فک بزنی جا میدن تو کلت کار. چرت و پرت نگو بابا. چی داری میخونی؟ دهن ما رو سرویس کردی. میام کف هودت بکسم بام زیادی فک بزنی جا میدن تو کلت چی کار. میگی چرت و پرت میگی؟ خیلی خوب خوندینه. منم زدم تو کس کردم. آره باحال. من نمیتونم نخندم. خیلی باحال اکتای اینجوری میکنه. من میگم پیراهن جالب‌تره ها. یه لباس دیگه حداقل بدید بپوشم. بده اونجا پیراهن بهتره در بیاره. خیلی چیرونی نیست. سپی عالیه. سپی گنده تر هم نشونت میده. دیوانه میخوای پیراهن بپوشی؟ چه فریکیه. حل باشه. بگیریم منو ببینیم چیه قیافم. خوب میشه نمیشه. خب بیا کارش انجام بده. رضا بک استیج. خب بریم الان من باید رپ کنم دیگه. من رپ میکنم. کسرا به من اجازه صحبت بده فقط. خب ببین تو فقط کله رو باید اینطوری کنی. بریم میام کف هودت بکسم بام زیادی فک بزنی جا میدن تو کلت کار. کف کدوم هود میای؟ دیوونه کردی منو. به تو چه؟ رپ چی آخه؟ رپ چی آخه؟ تو به رپ میخوری؟ آره نبس. آشی نمیشه که باش گرفتیم. رضا من اینو کجا بذارم؟ میترسم از دستم بیفته. هم بذار بغل اونجا. میام کف هودت بکسم بام زیادی فک بزنی. کجا میای کف هودم بکس بابا. سرویس کردی گوزو تو ماشین من داری رپ میکنی. دیوونه کردی. این دیگه مشکل خودته. به خودت هم چیز داره. ولی یه سوال چیه؟ خوب میخونه؟ پتک پس منو سابسکرایب کن. خیلی کیرینجور. خیلی قبلش خوبه. یه بینامه کش کردی. سلام رفت. این دیگه مشکل خودته. حالا یه سوال خوب میخونم؟ رید توش جا میدن تو کلت بس کن بابا. جمع کن خودتو. کف هودت بکسم گوز میکنی. به تو چه؟ دیوونم کردی. چی لوربازی در میاری؟ لوربازی باید در تو ماشین من. مغز منو خوردی. دیوونم کردی. آقا نخند دیگه دهن سرویس. من قیافم خیلی خنده دار میشه میدونم تو اون زاویه. حق داری. چی میگی؟ میام کف هودت گوز میکنی بکسم بابا. به تو چه؟ رب نمیخوری تو دیوونه چه؟ لوربازی چرا در میاری؟ لور آره خیلی تو صدا جدی معلومه زیاده. اگزاجره. آخه من اینجوری داد اینو میگه بسخول. نه چی؟ لفظ بازی کنیم کس رو فقط دعوا نکنیم صرفا. آره بیا چیزی درست کن. تو به پشتی کم فکر کن. پشت بودن چه تأثیری نه تو فکرت خلوته. تو مثلا اینطوری میکنی میگی آخه تو رپ تو به رپ میخوری. من نه تو قیفت به این قافا میخوره. دیدی قیف قاف خیلی باحاله. نه تو قیفت به این قافا میخوره. میخوای رپ کنی؟ نه تو اینطوری میگی بس کن و اینا. میگم تو اصلا قیفت به این قافا میخوره بخوای نظر بدی. نه بابا تو قیفت به این قافا میخوره. با این صدا دعوا کنید. دعوا نکنید. گستگو. الان این صدا خیلی خوبه.
مثلا اینطوری میکنه میگم تو نظر میدی، میگم آخه تو قیفت به این قافا میخوره که من نظر میدی و اینا. نه تو قیفت به این قافا میخوره اینا. گفتم تا حالا تا قبل اینکه قیفت به قافت بخوره رپ خوب میکنم. نه چیز میکنی مغز ما رو خوردی از سر شب. چی میگی؟ به تو چه؟ رپ نمیخوره. تو اصلا قیافت به این قافا میخوره که قیافت به این قافا. آجی قیافت به این قافا یعنی چی؟ ساری بریم 1 2 ضبطی. میام کف اودت بکسم بام زیادی فکر بزنی جا میرن تو کلت کار. چرا تا پرتایی بابا چی داری میخونی؟ دهن ما رو سرویس کردی. همنت گرفت. میام کف اودت بکسم بام زیادی فکر بزنی جا میرن تو کلت کار. چی میگی؟ چرا تا پرتایی میگی؟ خیلی خوب خوندی. کارو در میاره. منم زدم تو کسکله. آره باحال. من نمیتونم نخندم. خیلی باحال اکتا. اینجوری میکنه.